نظم آسی از نمازامون توبه میکنیم. اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن. Not only the water sector, but the other sectors that the water sector. وهل يرهم المتخير مسكين مستكين النظر حدث علي همه